خیلی خوش اومدین پارت 4 رویدادهای گریمسول. تا شماره 17 که باز کرده بودیم. خب اینجا مأموریت ها رو داریم که میتونیم انجام بدیم. حمله با کراسبو، با فالچیون، کشتن باس، کشتن 8 تا دمنت، بعد 20 تا هم انمی باید بکشیم. اینا که مثلا راحت میشه انجام داد، مأموریت های راحت. هم 2 بار پخت و پس کنیم. 10 تا شمش مس هم باید درست بکنیم. جرکی هم باید بخوریم، هم باید درست بکنیم. بعد بانداج باید استفاده بکنیم. اون سبزیجات رو باید سرخ بکنیم استفاده بکنیم. اینجا هم ببین باید جرکی رو نوشته. بعد گوشت هم باید سرخ بکنیم، اونم بخوریم. بعد اگه 12 تا مأموریت ها رو انجام بدیم، این گزینه مأموریتش کامل میشه. یه مأموریت هم بوده که گفته 8 تا فلاسک آب رو باید پر بکنیم که اینو من قبلا انجام دادم. بعد تا شماره 20 خط جواز رو پر کردیم فعلا. نه فعلا 4 تا آیتمی که کمک میکنه مأموریتمون رو کامل بکنیم. خب اول بریم توی مپ یه اسکلتی با کراسبو دمیج بدیم به دشمنا که مأموریتش کامل بشه. 2 تا جرکم که باید مصرف بکنیم که بتونیم مأموریتش هم کامل کنیم. حالا من گذاشتم اگه خونم کم شد استفاده بکنم. میبینی همینجوری که یه ضربه میزنیم هم 50 تا XP میده، هم اون چیزش پر میشه، اون تعدادی که باید با تیرکمون ضربه بزنیم کراسبو. خب چیزی دیگه هم نمونده. الان تقریبا 400 خوردهشو پر کردیم. 500 تا باید دمیج بزنیم که الان مأموریتش کامل شد. یا خدا ریختن دنبالم. خب مأموریتش رو کامل کردیم. یه مأموریت هم خودش کامل شده. حالا در همین حالی که داشتیم اینا رو میزدیم یه صندوق بالا هم قفلش باز شد. اینجا هم که تا نزدیکی 21 اومدیم. اون صندوق بالایی هم بزنیم ببینیم چی داره. آیتمای خوبی داشت خداییش. اینم که برای گرگمونه. اینم که XP دیگه، خط جواز رو پیش میبریم باش. خب حالا بریم مأموریت کشتن 20 تا انمی. میریم توی مپ. اینا رو هر میکشین اما 20 تا کم میشه دیگه. حتی جالب اینه که این حیوانات هم گوز هم که میکشین جزو انمی حساب میشه. حالا نمیدونم چه جوری. خب من خونم کمه، یه جرکی هم استفاده کنم. تقریبا 16 نفرم کشتیم. خب تقریبا 3 تا دیگه بیشتر نمونده. من حالا بازی رو کشتم روی حالت تون که شما حوصلتون سر نره. من چیزایی که کشتم وسیله‌هاشون رو وردارم، منابعم جمع بکنم. خب اینم 18 نفر. حالا تقریبا یه خیلی کم مونده تا 21 هم باز بکنیم. خب بریم مپ 2 تا جمجمه یا همون 2 اسکلتی ادامه مأموریت هامون هم کامل بکنیم. الان هم انمی میکشیم، هم این دمنده رو میکشیم. یعنی
با یه تیر دونشون رو میزنیم. خب مأموریت 20 انمی که تموم شد. جرکم که خوردم اونم مأموریتش کامل شد. حالا بریم اکسپیاش هم بگیریم. جفتشو گرفتیم. شماره 21 هم باز کردیم. میریم برای 22 که کشتن اینا 8 تا تقریبا. حالا من باید توی مپا بگردم اینا رو پیدا کنم و مأموریتشو کامل کنم، چون خیلی کمن. نهایتا یکی 2 تا یا 3 تا تو هر مپ باشن. تقریبا باید مپا رو 2-3 بار بریم بگردیم تا این دمنده چی اسم ایناش، حالا تلفظشو دقیق نمیدونم، پیدا کنیم اینا رو بکشیم. یه مأموریت هم کامل شد که زده بود زمینای اسکلتی چست باز کن، که حالا ما هم اینا رو باز کردیم. نزدیک 22 هم رسیدیم. حالا من توی مپ اینا میگشتم، درگیر شدم با این انمی ها. از بانداجم استفاده کردم و مأموریت بانداجم کامل شد. حالا نوبت کشتن اینا. تقریبا 4 تاشون رو کشتیم از 8 نفر. خب من اومدم خونه که وسیله‌امو بذارم، باز برم توی مپ ها تا اون 4 تای بقیه رو بکشم و مأموریتشو کامل بکنیم. البته کمپ هم باید بریم که این آشپزی رو انجام بدیم تا مأموریتمون کامل بشه. هم غذامون رو با خودمون میبریم، هم مأموریتشو کامل میکنیم. بریم پیش هوشنگ کثیف بدیم اینا رو برامون درست کنه. اول اینجا یه آب بخوریم، یه انرژی بگیریم. تقریبا این 3 بار برات میتونه درست بکنه، حالا هر چیزی میتونه باشه. 1 بار، 2 بار و اینم 3 بار. حالا تبلیغم باز باشه میتونیم تبلیغم ببینیم بیشتر باز درست میکنه. خب این مأموریت اینم انجام دادیم. حالا بریم دمنده رو بکشیم. 4 تاشون مونده. گوشت سرخ شدم یا حالا که درست کرده باید مصرف کنیم که من همراهم دارم. الان بریم توی مپ یه جمجمه. الان دنبال دمندا میگردم. حالا دونه دونه باید پیداشون کنم که اونا رو بکشم که سریعتر مأموریتمون کامل بشه. انمی هم که بهم حمله میکنه از این گوشت استفاده میکنم تا مأموریت اونم کامل بشه دیگه، خیلی راحت. اینجا خیلی زیاده، خیلی دمیج میکنه. گوشترم مصرف کردم، مأموریت اینم کامل شد. خب اینو گرفتیم. 22 هم باز شد، نزدیک 23 ایم. چیزی نمونده 23 هم بگیریم. اوه اینو ببین، داشتم همجوری توی مپ میگشتم اینم یهو سر کله سخت. اینم ایزی پیزی زدیم بکندیمش. لیدی رو چی داره؟ چیز خاصی هم نداره. چه خبر امروز؟ چقدر آنلاین میکنین تو؟ همینجوری داره فقط. آدم یه نزدی بود بزنم ولی خب منم با داست زدمش. لباس داره، لباساشو برداریم. حتی رخت خوابش هم همراهش هست. مت خارجی بود. اینم که خودش اومد. خسته نباشی. یه دونه دیگه بیشتر نمونده. چه خبره؟ چقدر امروز بازیکن ریختن این تو. این همه بی سابقه بوده تا حالا. اینم که بانوه. منم چه فکرم میکنن انقدر مقاومت میکنن آخه چیزی هم نداری تو آخه. این یهو از کجا پیدا شد؟ دمیج هم ندارم سریع بزنمش. اینا حواستون نباشه سریع میکشنتون، چون دمیج زیادی بهتون میزنن. خب اینم که از آخرین دمنت. چقدر مأموریت کامل کرد.
خب تا اینجا که تا شماره 23 باز کردیم. بقیه مأموریت هم برای پارت بعدی. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو نگاه کردین. لایک و کامنت هم یادتون نره. خدا نگهدار.